اطراف تربیه گیرد، از طرف اطرافیان علم آموزد، نیاز به نگاه و بین دارد، نیاز به نظارت دارد و نظارت کودکی که در ما سر کرده که پدر و مادر، برادران، خویش و تبار، همسایه، ناظر منطقوی، دکتری که در منطقه مسئول است، دامادایی که در منطقه مسئول هست که از شریعت خبر میکند و موافق قانون مثلا جمهوری تاجیکستان عمل میکنند. که نسبت به کودکانی که بینند که آنها با کارهای دیگر دست دادن، آنها را منع کردن، خود کارگران، خود کسانی که کامپیوتر دارند، کارخانه‌های دارند که کودکان در آنجا رفته مثلا دم میگیرند، اینها هم باید مسئول خود را نسبت به تربیت کودکان بدانند. مثلا اگر از 2 ساعت زیاد کودکی تا صنف 3-4 سر کامپیوتر با بازی‌های کامپیوتری مشغول شود، در معنی سر او عکس عمل‌هایی میشن که دیگر برقرار شوی تارهای عصب یا حجره‌های او را امکانات نمیدهد، یعنی که ویران میکنه. مادر فرزند